تا امروز بیش از 6.5 میلیون درخواستی آنلاین ما دریافت کردیم و بیش از 4,700,000 تذکره توزیع شده. خب ما مثل سال گذشته هم که بحران کرونا بود ولی مراکز ما کار میکرد، چون خدمات نمیتونیم توقف بدیم، مردم نیازمندی دارن به خدمات تذکره، اما کوشش میکنیم که مثلا استفاده از ماسک اجباری کردیم، هم برای همکارای ما و هم برای مراجعین، و همچنین فاصله گذاری اجتماعی را خواهش میکنیم هم مردم رعایت کنن، هم برای همکارای ما دستورالعمل را ابلاغ کردیم و با اینکه مثلا فضایی که هوا جریان داشته باشه، فضاهای بازتر کار بکنن و مردم وقتی مراجعه میکنه بیرون یک فضا سایبان و اینا باشه که بیرون بشینن، اینی موارد بهداشتی است که ما در نظر گرفتیم و خواهش از مردمی است که اگر تست کرونایشان مثبت است یا علائم دارن به هیچ وجه به مراکز مراجعه نکنن. در ولایات ببینید ما بیش از 55 مرکز فعال در حال حاضر در ولایات داریم، بیش از 60 مرکز دیگه در دستور کار است که ما 60 مرکز کارایش نهایی انجام شده، یعنی یک تعداد از مراکز هم از 60 مرکز اختصاص داده شده و بقیه‌اش هم در دستور کار است که برای ولایات نظر به نیازمندی و پلانی که داریم این 60 مرکز هم اضافه میشه. در تمام ولایات ما تعداد زیاد درخواستی ها را همکارا دریافت میکنه، مردم هم در کابل و هم در تمام ولایات. تو یک ولایت ما نداریم که اوجا مردم علاقمندی نداره یا ارقام پایین دارند. در تمام ولایات، حتی ولایات مثلا مثل نورستان و اینا که در فصل سرد یک کمی ارقام پایین تر بود اما مردم علاقمندی داشت، خب برف و اینا اوجا میفهمین زیاد میشه، ولی حالا که هوا گرمتر است مردم در تمام ولایات برای تذکره مراجعه میکنن. در ایران خب ما برنامه را بسیار وقت است که شروع کردیم. تعداد زیادی از مهاجرین ما خوشبختانه در ایران تثبیت هویت شده، برایشان تذکره توزیع شده، کار نرمال جریان داره. البته موضوع همهگیری ویروس کرونا در ایران هم هست، یک کمی پروسه در ایران کند است فعلا و خاطر کرونا، ولی ما در اکثر ولایات ایران مثل مشهد، مثل تهران، زاهدان، کرمان، شیراز، اصفهان و قم مراکز را ایجاد کردیم. یعنی چند ولایت بزرگ ایران که مهاجرین زیاد داره تحت پوشش است. عین برنامه را در امارات در حال شروع شدن است، تیما رفتن در امارات هم برنامه را شروع میکنیم و عین پلان را که در ایران تطبیق کردیم برای پاکستان هم در نظر داریم که مهاجرین ما در پاکستان هم به خدمات تذکره دسترسی پیدا کنند. در وردک ببینید مشکل مردم ایجاد کردن، مشکل اداره ایجاد نکرده و حل مشکل هم مشکلی که مردم به میان آوردن به دست اداره ملی احصایه و معلومات نیست. ما اداره اجرایی و تکنیکی تابع قوانین کشور هستیم. نام ولایت و ولسوالی را اداره ملی احصایه و معلومات مشخص نمیکنه. ارگانهای محل برای ما تای مکتوب رسمی روان میکنه. لذا مردم اوجا دو دسته شدن به خاطر نام ولایت که این وردک است، این میدان وردک است و تصمیمات حکومت هم قبول ندارن، دروازه مراکز ما را بسته کردن. ما نه تنها که ما مراکز را بسته نکردیم که مردم مراکز ما را بسته کرده و خدمات را هم متوقف کردن و اداره را هم صدمه زدن. پلانی است که ما در امارات کار را به خیر شروع بکنیم. در کابل هنوز هم نسبت به گذشته دسترسی مردم را آسانتر بکنیم برای تذکره، همه مردم به گونه شفاف و بدون تبعیض بتونه از خدمات تذکره بهره‌مند شود و در ولایات هم براتون گفتم که در ولایات ما بیش از 60 نزدیک به 65 مرکز دیگر برای ولایات اختصاص دادیم در پلان سال مالی 1400 و انشالله که پاکستان هم زیر کار است که ما در پاکستان هم بتانیم خدمات تذکره را ارائه کنیم.